خسته و همه چیز در همین 4 حرف خلاصه می شد. خروارها اندوه، سراسر ترس، تهی از اشتیاق، هراسان از خود. به ندرت می خوابم و باز خسته تر از دیروز به زور می خواهم نشیبی روحم را بلند کنم. انگار اندوه 1000 ساله‌ای بر جانم نشسته که سلول به سلول تنم را وصله کرده به تار و پود این تخت. ذهنم صفحه سیاهی که دیگر توانایی فکر کردن ندارد. نمی‌داند امروز چند شنبه می شود و نه دیگر به اینکه صبحانه نون و پنیر باشد یا چای خالی فکر می کند. تاریکی محض. نمی شود که نمی شود. دلم می خواهد دوباره به خواب بروم. تنها در خواب است که برای چند ساعت هم که شده سنگینی طاقت فرسای بیدار بودن و زیستن را احساس نمی کنم. اما این خستگی نکبت‌بار لعنتی همین چند ساعت خواب را هم غنیمت گرفته که تا پوست و گوشت و استخوانم احساسش کنم. احساس کنم جان دردی را که هر روز مثل خور مغزم را می‌خورد و هر شب آماس افکار پوچ و تهی را به یادگار می‌گذارد. نه شب دیگر حس و حال شب بودن دارد و نه روز حس و حال روز بودن. کجای حرفم بودم؟ داشتم از خستگی میگفتم. داشتم میگفتم که همه چیز در همین 4 حرف خلاصه میشود. ته. خروارها اندوه، سراسر ترس، تهی از اشتیاق، هراسان از خود. و کاش به همین سادگی خلاصه میشد.